سرقائمی دوم میشه سی و دی. سرقائمی آخر. سرقائمی آخر میدونی دوبلش بکنی. دوباره اونم سی و دیه. رو مانیتورم نگاه کنید 32 دی زده. حرکت به سمت راست. مثبت دوباره زیاد میشه. پیو میزنی تثبیت میشه. پاشنه که بزنی نخو قطع میکنه پایه رو میاره بالا. ما برمیگردیم به حالت اول. حرکت به سمت چپ. خب اینا که از این دکمه اولی بس الیک میزنه. میدونی به چیه بس؟ بین شلوار دیگه نداره. بین اونم دوباره مثلث چپ راست بکنی میدونی کوکش زیاد بکنی. این 3 بارم که زده یعنی 3 بار میره. میتونی بیشترش هم بکنی. مثلا این 3 رو بکنیش 5 بار. میخوایم برگردونی به حالت اولش. 2 بار که اینو فشار بدی برمیگرده به حالت اولش. این قیچی و موقعیت سوزنشه. موقعیت سوزن بالا. موقعیت سوزن پایین. سوزن میبینی پایین بایی میسته. موقعیت سوزن بالا بایی میسته. نه قطع کنش هم نگاه کن علامت قیچی داره رو قیچیه. اینو که فشار بدی نه قطع کنش خیلی فعال میشه. یعنی شما پاشنه بزنی فقط سرقائمی میزنه و پایه رو برات میاره بالا. میخوای فعال بشه فشار میدی فعال میشه. فعال. ببین این که نگاه کن بهت گفتن این نخ و اضافه نگر نمیداره. کثیف میکنه زیرشو. خب میره زیر کثیف میکنه.